قتلان ساکن دیهه مهنت نویه خراسان رستم بولتبایف را با جرم تجاوز به ناموس و قتل دختر 9 ساله همسایه‌اش به حبس عمرباد محکوم کرد. مرافعه این پرونده پرسر و صدا پشت درهای بسته 21 اکتبر آغاز یافته تا 23 نوامبر دوام کرد. شمس‌الله یحیی‌زاده معاون رئیس دادگاه ولایت قتلان که دادرسی این پرونده را به دوش داشت به از پلیس گفت که دادگاه رستم بولتخانوف را بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی 138 قسم 3 تجاوز به ناموس کودک خردسال در حالت عاجزی قرار دارد و 104 قسم 2 کشتار نابالغ گناهکار شناخته و به حبس ابد محکوم کرد. حبس ابد جزای حد اکثر بر اساس این 2 ماده قانون است و آن هم فقط برای آن که در تاجیکستان صدور و اجرای حکم قتل از سال 2004 به این طرف تحت مراتوری قرار دارد. یادآور می‌شویم روز 16 آگوست تقریبا ساعت 14 یک دختر نابالغ 9 ساله در دهه مهنت جماعت هلالی نویه خراسان از خانه برآمده بی‌درک شد. جسد کودک را بعد چندین ساعت جستجو با علامت‌های مرگ مجبوری 300 متر دورتر از خانه‌اش در درون جویبار پیدا کردند. به زودی ساکن همین دهه رستم بولتخانوف با گمان دست داشتن در این جنایت دستگیر شد. بولتخانوف سال تولدش 1976 قبلا هم در روسیه بر اساس ماده 105 برای آدمکشی 7 سال سود شده بود. بنا به فرضیه تفتیشات بولتخانوف روز 16 آگوست دخترچه همسایه را که در کوچه بازی میکرد با وعده در تلفن موبیلیش تماشا دادن فیلم ها به خانه خود آورده است و دیده و دانستن نسبت به این کودک خردسال که در حالت عاجزی قرار داشت و از خود حمایت کردن نمیتوانست حرکت های بد شهوانی انجام داده است. بعد این بولتخانوف با مقصد پوشاندن ایز جنایت خود کودک را به سن حملیش برآورده از ناحیه گلویش بوغی کرده با همین را به قتل رسانیده است. بولتخانوف جسد کودک را یک مدت در داخل بوته در حولیش پنهان کرده بعدا با استفاده از نبودن آدمان جسد را از حولی برآورده به جویبار پرتافته است. وقتهای آخر در پس منظر زیاد شدن خبر تجاوز کودکان خردسال شماره هرچی بیشتر ساکنان تاجیکستان طلب دارند که حکم قتل را نسبت به چنین جنایتکارانی که به ناموس کودکان خردسال میرسند برقرار کنند.